از میدانهای خرد ده تا تمرین در تالار ورزشی و میدانداری در صحنه‌های جهانی، ده‌ها دستپروری مکتب اوستاپریان تا حال در مسابقه های گوناگون کشور، منطقه و جهان جایهای نمایان را گرفتند. میان سلاله های ورزشی در تاجیکستان، خانواده اوستاپریان از کهن‌ترین عائله های ورزشگر به شمار می رود. نسب ما آنچه که در سجلنامه اولادی ما نوشته شده است از محمد سر می شود. محمد این آدم بسیار پهلوان نامی بودند از روی گفتی موسیقی را و در زندگیشان اساساً حساب پهلوانی در وادی زرافشان تا خودی سمرقند و بخارا و شهر سبز مردم اگر که مرد کاری می رفتن این باباهای ما خوشبختانه رفته پهلوانی میکردن با همین روز میگذراندن آمده. از آن کس می شود بابای اون کس بابا کلانم، بعد اون کس بابام سیفالدین نام داشتن، پدرم استاپیر و من استا، اصلا نام من استا محمد است، در حجت استا شد استا و از من کامران شاه و فریدون شاه و فرزندای آنها محمد و دوشتیچ و کیومرث همین ها. یعنی که شش پشت ما تنها به همین کسب پهلوانی مشغول بودند و همین کسب برای ما هم باعث افتخار شد هم باعث زندگی شد. سلاله پهلوانی اوستاپریان که نسل به نسل تا آخری سالهای 50 عصر گذشته در ناحیه کوهستان مسجا زندگی می‌کردند، نه تنها در وادی زرافشان بلکه در کشورهای همسایه هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار ده‌ها عائله دیگر حکومت شوروی در آخری سالهای 50 از کوهستان مسجا به ناحیه سابق پرلتر حالا به نام جبار رسولوف مهاجر کرد تا پختکاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند. وقتی که ما کوچیده آمدیم استا همگی 3 سال داشت، من 8 سال داشتم. من 5 سال کردم. در یادم است ماشین سوار شدیم، در 1.5 روز آمده رسیدیم یک دنیای تماما دیگر. ما بین دو قطارکوهای ترکستان میگن این اصلا ترکستان است، قطارکوهای سوخت نموده استاده است در همینجا در طرف قرقیزستان، اون طرف قطارکوی زرافشان نام دارد، در دو طرف دریای زرافشان هستند. ما در بین دو کوه زندگی میکنیم. اینجا آمدیم یک دشتای وسیع پخت زورار دیدیم، ما سنتبر کوچیده آمده بودیم. یکی از وارثان این سلاله پهلوانی خود اوستاپریان است. 50 سال باز در برابر میدانداری به تمرین ورزشکاران مشغول است. خب به روسیه ها سفر کردن، در آنجا معیار استادی ورزشی اسیر اجرا کردن. یک برادر دیگر ما نامزد به استاد ورزشی اسیر کر آمد و همین طریقه برآمده تا پسرانش فریدون و کامران شاه برآمده به مسابقه های دنیاوی راه یافتند، جای گرفتند و معلوم مشهور شدند. فریدون شاه و کامران شاه پسران اوستاپریان از پهلوانان شناخته کشورند که بارها غالب مسابقه ها شدند. از روی عکس های پیشینه پدر تماشا میکنیم. یک کودک 7 ساله که از پدر در سن 7 سالگی یتیم مانده بود از کوهستان مسجا با همراهی مادرشان مهاجر میشن و باز از رنگی ناحیه جبار رسولوف پیشتر پرولتر بود مهاجر میشن. باز ختم مکتب مکتب تکنیکوم داخل میشن شهر خوجند، بعدا به دانشگاه دولتی تاجیکستان با اختصاصی اقتصادچی داخل میشن. این در همونجا بینید که فرزند کوهستان که از کوهستان مسجا آمده با درجه ورزش چقدر یک سهم خود را گذاشته است که باز در این مشق‌های که در وقت دانشجویی میگذرانند بعداً به زادگاه خود میآیند. این نمودهای گوشتین سمبو زودا را سایقل میدهند، شاگردان تیار میکنند، بعداً تالارهای ورزشی در دهات، بعد در ناحیه، بعد در شهر خوجند
چی گویم برای ما فرزنده و شاگرد یک دنیای برای ما ساختن که من خطا نمیکنم. در تاجیکستان چندین سلاله پهلوانی هست که اساساً در رشته کشتی ملی مشهورند. در 10 سالهای اخیر شاگردان این مکتب‌های ورزشی در رشته‌های گوناگون کشتی جودا، کشتی یونانی و رومی و سامبو در مسابقه‌های کلان تاجیکستان را نمایندگی می‌کنند. از جمله شاگردان مکتب اوستاپریان هم. در بین شاگردان استاد قید کردن ضرور است که اشتراکچی بازی‌های المپی، غالب و جایزه داران مسابقه های جمهوریوی، بین المللی، چمپیونات های آسیا، بازی‌های آسیایی، گرند پری، گرند سلم ها به وای رسیدند که این در مثال کامرانشاه اوستاپیریان، فریدونشاه اوستاپیروف، همراز رجبوف، سعید ابراز اکراموف، جمشید شانیازوف، سعید نبی کمالوف و دهها دیگر شاگردان استاد نام بردن ممکن است. اوستاپریان در ولایت سوغد 3 تالار ورزشی از جمله تالار ورزشی لنگلیف، تالار ورزشی در مرکز ناحیه جبار رسولوف و یک تالار ورزشی نمودهای کشتین در شهر خوجند را تأسیس داده است. از این تالارها تا حال زیاده از 65 استاد ورزش و نزدیک به 600 نامزد به استاد ورزش تربیت یافتند. اول کاخ ورزشی لنگلیف در دهه تاجیک‌آباد لنگلیف ساختم. بعد سال 94 در شرک دوستی ناحیه یک تالاری برای شرک دوستی ساختم. سال 2012 با هدایت و دستگیری پیشوای معظم ملت رئیس وقت ولایت حالا سروزیر رسولزاده برای ما در مرکز ولایت زمین جدا کردند و با دستگیری یکی از فرزندهای نهایت ورزش دوست و وطن پرور نوروز علیویچ این تالار را ساختیم که یک مرکز گوشتین ولایت تبدیل یافت. خب همه مربیای ما از حساب مکتب‌های ورزشی ماهانه میگیرند. اما راهی اوستاپریان تا به اینجا رسیدن نه همیشه هموار بوده است. مشکلی اساسی در ما در ابتدا سالهای 70 در دوام شوروی قانون گوشتنگری بود و خوشبختانه بعد که ما 1-2 سال در بالای قمش و برزنت و گلمه‌های کهنه گوشتین گرفتیم، راهبریت وقت برآمده دیدن و نتیجه ما را دیدن و یگانه همون قانون گوشتنگری که بود در ناحیه برای ما دادند. اوستاپریان که حالا 71 سال دارد در دهه لنگلیف ناحیه کوهستانی مسجد تولد شده، در خردی خانواده‌اش به ناحیه جبار رسولوف مهاجر شدند. به گفته همسالانش هنوز از آوان جوانی به ورزش رغبت داشت و از سال 1972 به مشق‌های پیوسته مشغول است. سالهای 70 سالا سر سال ما میگفتیم در همون دوره گوشتینگ نو میدیدن و گوشتینگ هم میگرفتن. هر سال که سال نو میگذراندیم، ما سال نو میگیم این روزه نوروزی میگویند، در همون وقتا گوشتی میگرفتن و چندین بار میابند پهلوان را گرفتیان. سالهای 70 سال در تکنیک کوپراتیوی شهر خوجند تحصیل میکردند. در پیش طلب گفتنی انسان از کلو بودند، در پیش همون کس نوزگی های گوشینی می آموختند. می آمدند، ما طلبه های صنف 7-8 بودیم، همون نوزگی ها را با همراهی عبدالباقی و جوراباد یاد ما می دادند. بعد تکنیک می تربیت اون را تکنیک کوپراتیوی شهر خوجند را تمام کردند. با یونیورسیتی با دانشگاهی با یونیورسیتی شهر دوشنبه داخل شدند. در پیش مهدی صدیف، اسمتی عبدالله، جهان پهلوان، سعید امین رحیموف
نوزی‌های گوشتنی سنبار زودا را گوشتن ملی را سایقل دادند. استوپریان دانشگاه ملی تاجیکستان را میخواند. اینکه به نزدیکی من در تکنیکوم ساختمان شهر دوشنبه کار میکردم و معلم گوشتن ملی تاجیکی بودم. میامد در پیش من مشق میکرد. چند سال مشق کرد، در مسابقه ها بردم، اشتراک کرد. اعضای کمانده یکچین اسپارتاک بود، جای یکم را 3-4 بار گرفت. خیلی بچه بسیار قابلیتناک بود. برای همین همه وای کسا حرمت میکردن و احترام میکردن. کاری که استاد کردن در تاجیکستان این یک بگیم که یک کاری تحولات، یک کاری ایجادی، یک کاری که کرد که همه میتونند که عهده همین کار برایند. یعنی که شخصی که اومدن در شهر دوشنبه در دیگر در ساحه ورزش نیو در دیگر سمت تحصیل کردن، در برابر این با توانست که وقت یافت در پیش استادان، یعنی که مشقی نه اینکه یک مشق گوشتنی، هم مشق جوانمردی، هم مشق مکتب سخاوتمندی، مکتب پهلوانی را آموخت و همین سبب شد که توانست که او در تاجیکستان وقتی که به وطن برگشت توانست که در همین سمت یعنی که کامیاب شود، ظفر یابد. یعنی که اون مقصد و آرزو داشت، مکتب هم تشکیل کرد. اون مکتب از درجه اولی که مسلمان در دوره اتحاد شوروی میگفتیم که از نشان گیتا با المپی، یکی توانست که از درجه های اول، از زینه هایی که خشت اولینی که در مکتب گذاشت با برد با بازی های المپی، یعنی که توانست که یک شخصیت یک کاری کند که نه در شخصیت دیگر ما میتونیم پیدا کنیم. کشتیگیری که از عادتهای مردم محلی دانسته می شود در زمان شوروی چندان ترغیب نمی شد. مسابقه های کشتیگیری را عادتاً در نوروز در دایره های ده و محل برگزار می کردند. به گفته سابقه‌داران ورزش، اوستاپریان از اولین شخصانی بود است که در آخر سالهای 70 عصر گذشته در ولایت آن وقته لیل‌ناباد حال سوخت در سطح جمهوری مسابقه کشتی ملی را تشکیل کرده است. وقتی که تمام کرد به وطنش رفت، همونجا یکمین شده مسابقه گشتنی ملی را در ولایت خوجند گذراند. در هم قشلاقش که قشلاقش لنگلیف نام دارد. ما دعوتی شده بودیم، سرخ شروع گذراند، مهمان نوازی کردن همه بچه را. من دسته کمانده یکچین شهر دوشنبه را برده بودم، سرخ شروع گذراند. انا همون مسابقه تا حاضر دوام دارد. در قشلاق پیشینه‌اش که لنگلیف کتنی قشلاق کوهی، مچای کوهی دارد. خدمت اوستاپیروف خیلی بلند است و این نمودهای گوشتنی ملی، گوشتنی من سامبو و گوشتنی جودو از دوره فعالیت کار کردن مربیگی من اوستاپیروف رواج رونق گرفتن در ولایت سوخت. تا وقت نبود. گوشتنی یونانی رومی بود، گوشتنی آزاد بود و دیگر گوشتنی بودن. و یک مرحوم دیگر که من قادر بود و هم رحمتی گذشت، عبدالقهار، و هم سهم دارد. من سهم بسیار دارم، ولی که سهمی من اوستاپیروف خیلی بلند است و ببینید که اینقدر در طول اینقدر 20 ساله ها و 30 ساله ها چقدر شاگردانی پرقوت تیار کرد که در عرصه بین المللی روی ملت را برداشتن. اوستاپریان در سال 1977 دانشگاه ملی تاجیکستان را با اختصاص اقتصادچی ختم کرد و 3 سال دیگر در پایتخت زندگی کرد. در سالهای جوانیش در مسابقه ها شرکت کرده، بعداً همچون مربی کار خود را در تربیت ورزشکاران ادامه داده است. ایشان بعد از ختم دانشگاه ملی تاجیکستان به زادگاه برمیگردند به ناحیه امروزه جبار رسولف و از حساب آموزگاران مکتب دهه خواهشمندان را جمع نموده گروهی گوشتین به مشق تمرین گوشتین
آغاز می نمایند و رفته رفته در همون تالار مکتب بینای مکتب کهنه از حساب نورسان و جوانان اولین گروه شاگردان خود را به مشق تمرین جلب می نمایند و این سالهای 74 عصر گذشته با همین تکان جدی در رشد و نموی نمودهای گوشتین در شمال کشور به میان آمد و با تشبثی به واسطه استاد استاپیروف در تمام شهر و ناحیه های ولایت گروه های گوشتینگیری تشکیل کرده شدند و آهسته آهسته شاگردان استاد به مسابقه های ناحیوی، ولایتی، جمهوریوی جلب کرده شدند. و همچون مربی جوان وقتی در رشته سامبو کار میکنم در پایتخت، سفرهای من به همین ولایت سوق از همین ناحیه جبار رسول آغاز شد و من در همونجا وقتی که با استاد شناس شدم و پای بردم که نه اینکه استاد یک مکتبی رو یعنی که راهنما است، بلکه که او وقتی که با او صحبت میکردم، وقتی که با او در همون دهه تاجیک‌آباد رفتم، او تالارهای ورزش نشون که با تشبث ایشون چقدر دواده‌ها، چقدر تکاپوها شد که در اونجا هم مکتب گذاشتن. یک اولین مکتب ورزشی رو شد و من وقتی که داخل تالار شدم، همونجا ورزشگران کودکان نورسان وقتی که مشق میکردن و آنها در اونجا من دیدم سالهای 88 بود 87 بود، وقتی که دیدم که آنها قبل از همین مشق آنها من دیدم گفتن کنی بچه‌ها شعر اول از شعر آغاز میکنیم بعد مشق دوام میدیم و همون شعر زبان مادری استاد بزرگ که در اونجا تنین انداز در همون 25-30 نفری که همون شعر خوندن سالهای 87 بود و همین بینید که کودک را اول برای وطن دوستی، برای خاک دیار، برای حرمت احترام مادر، برای ملت مثلا شناسایی کردن از همین فرهنگ، از همین ادبیات سر میکرد که بینید که باید که در مهری همین وطن و وطن دوستی و وطن پروری در کودک جا میکرد. 8 ساله که زیر راهبری استاد با هم فعالیت میکنیم. اصلا برای استاد محل وجود ندارد. در همون تالار ورزشی نمودهای گوشتینی استاپریان شهر خوجند که ما 3 مربی با 150-200 نفر در 3 بس تمرین میدهیم. از تمام مناطق کشور، از ولایت بدخشان کوهی، شهر نوید تابه، مرکز وادی رشت، شهر دوشنبه، ولایت ختلان، سوخت و وادی زرافشان، از تمام جا در تالار ما تمرین میکنم. طول 15 سال می شود که استاد در تمام مناطق دوردست کشور از جمله کوهستان مسجد که طول 5 سال می شود که ما به آنجا رهسپار می شویم و مشق‌های تعلیمی و تکتیکی تعلیمی و ورزشی با زیر راهبری استاد ما در آنجا اشتراک میکنیم و استاد از سال 2009 سر کرده در آنجا ما خود ورزشکار بودیم و آنجا و حالا مربی گشتیم و حالا هم زیر راهبری استاد این چیز دوام یافته ایستاده است. در میان 10 شاگرد مکتب استاپریان کامرانشاه توانست تا به بازی‌های المپی راه یابد. کامرانشاه استاپریان 32 سال داشته برنده 10 مدال از مسابقه‌های جهانی است. از جمله این ورزشکار اولین و تا امروز یگانه قهرمان جودای مردان آسیا از تاجیکستان است. کامرانشاه استاپریان همچنین از چندین سبقت‌های گرانپری و گرند سلم‌ها به تاجیکستان مدال آورده است. استاپریان خردی 3 مرتبه در بازی‌های المپی از نمود جودا اشتراک کرده اما نتوانست مدال به دست آورد. بسیار در کارنامه ورزشی من بسیار از دولت‌های خارجی پیشنهاد دیگر دولت گذاشتن بود. پدر که یک حسی بلندی وطن دوستی داشتن نذاشتن، گفتند که فرزندم یک بریدن نان قاق هم میخوریم و در وطن خود پهلوانی میکنیم، شان و شرف دولت خدا در عرصه بین المللی میبرداریم.
کامرانشاه اوستاپریان جودوکار معروف تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 در 33 سالگی کارنامه ورزشیش را به پایان رساند. این ورزشکار حالا همچون مربی جودو کار میکند. این جوان پهلوانی که در ساحه ورزشی ما نقشی خیلی هم روشن گذاشته است. کامرانشاه همان وقتهایی که ما فیلم برداشتیم حدود 5-6 سال داشت و در آخری همان فیلممان اوستاپریان رمزی با پسرشان گوشتی گرفته بودن و او را بالای سینه‌شان افکنده خودشان به تخت پشت خواب رفته گفته بودند که خدا خواهد این جهان پهلوان می شود و دعای پدر مستجاب شد، فرزندشان هم جهان پهلوان شد. 2 سال آخر کامیابی های اوستاپریان کمتر بود و برخی ها او را برای این تنقید میکردند. من آرزو دارم که و من وعده داده بودم که من چمپیون بازی‌های المپیک تیار میکنم و 3 مرتبه شاگرد من فرزند من مستقیم راه خط گرفت لیکن نصیب نبوده است. امروز یگانه آرزوی من این است که در بین شاگردای من قهرمان بازی‌های المپیک به وای رسد. این یک. دوم من آرزومند آن هستم که گوشتینگ ملی ما گوشتینگری به بازی‌های المپیک شامل شود، چون که زیباترین گوشتینگ در روی زمین گوشتینه که سر پا گوشتینگ میگیرید، پرتافت شما در آسمان، چخیلی که شما در تالار خواندید. این بیتی که من هنوز وقتی که همین کاخ ورزشی لعنیفه ساختم در همونجا خطاط کرده بودیم. دنبال عقابان دو بازوک شا، حریفان بزن بر زمین از هوا، بباش با دل و جسم جان قوی که میدان لنگلیف نمانتی. اینو دوام میکنم که هیچ وقت میدانهای تاجیک در یگان پهلوان تاجیک مغلوب نشود، دایم پرچم تاجیکستان عزیز بلند برداشته شود.